خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه خواننده جدید که تازه هم آهنگ داده بیرون، یه خانومه. هیچی نمیگم، بریم با هم این آهنگشو گوش بدیم. یاسمین خانوم. اوه واه چه خوب. چه خوب اومد تو. آره خودش هم عروسه. چه خوب اومد تو. ریتمش خوراک نداری. چی میگه؟ صبر نکنه. چی میگه اینجا؟ خیلی شاده، خیلی باحاله. من خیلی و قیافش هم خوشگله، جذابه. شبیه ایرانیاسی خورده. آره نگاه بینی؟ کتونی شو دیدید؟ کتونی سفید. واه جالب بود. صداش هم باحال بود. عروسی شب میخنده؟ چی؟ سخته. شیرین میخنده. عروس جب زیبنده وای شیرین میخنده. آها عروس چقدر زیبنده است، یعنی چقدر خوشگله. شیرین هم میخنده است. خودخواه اینا هم که خوب مینوازن و اون توپله اون وسط چی میگه؟ قاطی کرد. چقدر خوب اومد وسط. اوه چی؟ مهرش مروارید. هستی ما برای مهرش مرواریدشو فقط شنیدم. میگه چی؟ کیه عروس گریه نکن همین یه دختر رو داری؟ نمیدونم. نوری خدا در خانه شهمان جانی جانانه چادر بسندگانه ارمان و دلمانه. دوماته چه قیافه‌ای میگیره برای خودش. میگه عروس خوبی زدم. عاشق اون خیلی خره. خیلی خوبه. توپله همیشه خوبن تو مجلسا. وای لعنت بهت. وای خیلی خوبه این توپله. اینو از کجا آورده؟ کیوته. خودش به ما داد هم تاریخش رو داماد. الهیت دادری جان باشی تو خانه آباد. هر چیزی که الان خدا بهش داده رو خوشش اومده. مخصوصا که آره و دامادم خیلی خوشش میاد. گلهای تر بچینین کناری هم بشینین. گلهای تر بچینین. درسته؟ کنار هم بشینین. برای شما دعا کنیم که روزی خوب ببینه. میگه ما میشینیم کنار هم برای شما دعا میکنیم که روز خوب ببینیم. عروس هم قاطی کرد. رفت لباسای سنتی رو پوشید. لباسای رنگی و خواستم بگم برقی رنگی و خفن. دوباره تکراری. آره دوباره لباساشون چقدر قشنگه واقعا. باحاله. خیلی رنگای خفن شاده. اصلا انرژی خوب میگیری. این دیگه این یتیگش ترنده فکر کنم. نور خدا در خانه شمان جانی این جانه چادر بسندگانه ارمان و دلمانه. اینام لباس دادن. چه باحال لباس پسره. آره میبینی مشکیه اما دور کمرش رنگی.
چیزی میکنه، چابلوسی نکن. مغرور شده، ناز و ادا میاد. مغرور شده به خودش دوماده. دومادم یه چیزی از خودش نشون داد. چقدر شاده. اگر عروسیای تاجیکستان اینجوری آهنگ داشته باشه خیلی باحاله. به نظر من داره. آره. بعد اینکه یکی بود، یه بنده خدایی بود کامنت گذاشته بود گفته بود حتما برید از عروسیای تاجیکستان هم ویدیو ببینید. اگر سراغ دارید همچین ویدیوهای کامل و جالب و قشنگی، حتما کامنت بذارید که من بتون توی اینستاگرام که باهاتون صحبت کنم و بتونید برام این ویدیوها رو بفرستید که ما ببینیمشون و ویدیوشو بذارید. آره موهاش فرفری طوره. خیلی ویدیو جالبی بود، خیلی شاد بود، روحیه‌مون رو واقعا بالا برد و الان هم خیلی ترند شده. من اون موقعی که دیدمش 400 ویو خورده بود، یعنی نزدیک به 1 میلیون بود دیگه. فکر کنم الان نزدیک به 1 میلیون باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.